سال 2001 در راستای این حرکت‌های استعماری فرانسوی‌ها یک گروه باستانشناسی پا شد رفت قبرس. رفت اونجا یه چیزی براش عجیب بود. مقدار گربه ها خیلی زیادتر از اون چیزی بود که باید باشه. قبرس اون موقع حدود 1.2 میلیون نفر جمعیت داشت و 1.5 میلیون تا گربه. هر جا می رفتی گربه بود، رو در و دیوار گربه بود، تو خونه ها گربه بود، همه جا پر شده بود از این گربه ها. و اگه یکم آشنایی داشته باشید با جغرافیای قبرس، میدونید که قبرس جزیره است در دریای مدیترانه و با نزدیکترین خشکی که ترکیه است 70 کیلومتر فاصله داره. و از اونجایی که میدونیم گربه ها گربن و اگه گربه باشن احتمالاً خیلی از آب خوششون نمیاد، چی جوری انقدر گربه رفته توی جزیره ای و چی جوری انقدر گربه های مدرن اونجا هست، چی جوری گربه ها اهلی شدن. گربه ها نه مثل اسب و شتر و قاطر و الاغ به درد ما میخورن، نه مثل سگ قرار از ما مراقبت کنن. چرا باید یه همچین حیوانی که احتمالاً به دردمون هم نمیخوره رو ما اهلش کنیم؟ بیایم تو این ویدیو در موردش صحبت کنیم. تو گیرودار این کشف باستانشناسی مقبره یه مردی پیدا شد که تو مقبره چخماق بود، صدف بود، نمونه های جواهر و اینها بود و کنارش یه گربه 8 ماه دفن شده بود. ما قدیمی ترین نمونه‌ای که از گربه ها داریم مربوط میشه به 4500 5000 سال پیش تو مصر باستان که بدونیم اینا وجود داشتن. ولی واقعا اون مقدار قدیم چجوری یه گربه‌ای تا اونجا رفته؟ چجوری یک نفر اونو تا اونجا برده؟ چه اهمیتی داشته؟ اصلا اینا چجوری اهلی شدن؟ اجدادشون کیه؟ خیلی موضوعات جالبیه اینا. گربه امروزی اسم گونه‌اش هست فلیس کاتوس و از یه گربه وحشی به وجود اومده به اسم فلیس سیلوستریس. این گربه وحشی هنوزم تو شمال آفریقا، تو آسیای جنوب شرقی وجود داره، با وجود اینکه خیلی تو غربت و تو ضعفه، ولی هنوز وجود داره و خیلی هم تفاوتی با گربه های امروزی نداره. آره تنوع رنگی ندارن، یکم بزرگتر گربه وحشیه، رو بدنش خال داره تو راستای ستون فقراتش و اینا وجود دارن، ولی از لحاظ رفتاری هم اینقدر تفاوت نکرده. ما داریم میبینیم دیگه مثلا رفتاری که سگ ها دارن خیلی متفاوتیه با رفتاری که گرگا دارن. و در مورد اسبا اینو نمیشه گفت دیگه. تو پرانتز بگم اسبا تقریبا هر آن چیزی که ما از اسبا باقی مونده برامون اسبای اهلی هن. حتی اسبای وحشی که تو امریکا یا تو تبت زندگی میکنن، اینها هم نوه و نتیجه اسبای اهلی هن که ما اهلیشون کردیم. اسبای وحشی در واقع منقرض شدن. اگه دوست داشتید کامنت کنید براتون ویدئوی اونا رو میسازم. ولی گربه ها خیلی تفاوتی نکردن با اون پدرجدهایی که توی افریقای شمالی داریمشون. بعد گربه ها هم چیز خاصی هن. گربه ها اصولاً حیوان اجتماعی نیستن. مثل سگ ها اینجوری نیستن که برای تأمین غذای گله‌شون مجبور شده باشن برن تو اون قبیله انسانی. گربه ها اصلا خیلی هم رفتارشون تغییر نکرده. وجود اینکه میگم سگا برای هدفی که داریم، انتخابی که داریم، اینا انتخاب شدن. من یه ویدئویی در مورد اهلی کردن سگام ساختم، لینکشو میذارم، حتما بریدونم ببینید. ولی گربه چیز خاصیه برای ما. بعد محتوای فسیلی هم از اینا کم مونده. محتوای فسیلی که ما داریم چیزی مربوط به 10-11 هزار سال پیشه و فاصله بین گربه امروزی تا اون گربه وحشی رو برای ما تأمین نمیکنه. بعد اصلا فرایند اهلی کردنش رو فکر کنید. ما همین الان نمیدونم تو خونه دیدید گربه داشتن یا ندارن؟ مگه میشه اینو به کاری مجبور کرد؟ همین الان تو خیلی وقتا مجبورش میکنی که مثلا تو ظرف خودش بره دستشویی کنه، این کارو نمیکنه، میره رخته لباسا انجام میده. مجبورش میکنی فلان جا بخوابه، نمیخوابه، میاد تو تخت تو میگیره میخوابه. و اصلا گربه ها رو اهلی کردن کار حضرت فیله. یعنی یک همچین حیوان زبون نفهمه یه دنده قدی رو چجوری میخوای اهلیش کنی؟ یه تعریفی هم بکنم از اهلی کردن. اهلی کردن تغییر ژنتیکی مصنوعی یک گونه است
به طوری که برای زندگی وابسته به انسانها باشه، حالا وابسته نگهداری باشه، وابسته غذا باشه یا وابسته به پسماندهای انسانی باشه. این میشه فرایند اهلی کردن. ما اصولا هم 3 مدل اهلی کردن داریم. یا مجبور بودیم بریم شکار کنیم، این سخته دیگه، بندازی دنبال حیوانه تو در و دشت و بیابون. ملت نشستن فکر کردن، گفتن آقا به جای اینکه بریم شکارش کنیم اینو بیاریم اهلیش کنیم، نگه داریم، زیادش کنیم، غذا بهش بدیم، هر موقع لازم داشتیم یکیشونو میکشیم میخوریم دیگه. این اهلی کردن میشه. یه وقتی به این نتیجه رسیدن که آقا ما حیوانی رو نیاز داریم برای کاری، اونو بیاریم بگیریم، ابزار به عنوان یک ابزار ازش استفاده کنیم، مثل اسب و الاغ و اینها، و بعد حالا اینا رو با هم دیگه جفت بزنیم، قاطر به دست بیاریم، مادیوم به دست بیاریم. این هم یه مدله. و مدل دیگه مدل شکاره. ما اهداف مشترکی داشتیم با بعضی حیوانها و این اهداف مشترک باعث شده که اونا اهلی بشن. مثلا چی؟ بیاد براتون توضیح بدم. مثلا سگ‌ها، گرگ‌ها غذا میخواستن برن شکار. حالا گرگه به تنهایی بره شکارش بهتره یا اینکه با انسان بره؟ طبیعتا انسان میتونه ابزار داشته باشه و راحت‌تر تله بذاره و حیوان گیر بیاره. از اون طرف انسان هم برای شکار به ویژگی های اون گرگ نیاز داره. یه وقتایی طعمه زود میدوه، سریع میدوه، درندگی داره، شاخ میزنه و برای این نیاز داره که بیاد یه حیوانی رو کنارش داشته باشه که بره شکار کنه و این باز به کار میاد. منتها بازم گربه تو این کتگوریا نیست، یعنی ما کارش نمی کنیم. تنها چیزی که حد زده میشه اینه که ما قبیله ها و جمعیت هایی که داشتیم توی زمان باستان، اینها یک دورریز هایی رو داشتن و نکته اینجا بوده که وقتی دورریز یه جایی باشه حیوانات موذی به وجود میان. حیواناتی مثل موش که از غذای انسان تغذیه میکنن. حالا میصرفه که انسان بره گربه ای رو بیارد، بهش غذا بده و از اون استفاده کنه تا این حیوانات موذی که شبیخون میزنن به غذای این انسانه رو از بین ببره. مثلا یه آثاری هست توی چین مربوط به 5600 سالی، گربه‌هایی رو پیدا کردن، گربه‌های باستانی که توی بدنشون، تو رودشون آثار ارزن هست. ارزن غذاییه که حیوان اون موقع میخورده و احتمالاً مربوط میشده به باقی مونده غذای انسان‌ها یا حداقل چیزی که انسان‌ها به اون میدادن و این نشون دهنده اینه که احتمالاً میصرفیده برای انسانه که به این غذا بده، غذا که اون روزها چیز گرون و سخت و ارزشمند و خیلی خیلی به درد بخوری بوده که بتونه از شر